میگم حامد جان واقعا بابت همه چی ممنونتم. اصلا چه اکسیوز می ببخشین شیرین خانم عذرخواهی من میشه یه دقیقه WC سر بزنم؟ این چه حرفی آقا حامد بفهم چرا از من اجازه میگی اینجا خونه خودت نمیگه؟ ببخش معذرت میخوام. چه پسر با شخصیتی. شیرین خانم بفرمایید خواهش میکنم. آقا حامد چرا آخه اینقدر زحمت عزیز من تاج سر شما قربان شما بفرمایید شما. شیرینی خانم چرا 4 تا غذا ما که 2 نفریم بعدشم مگه ما الان ناهاری نخوردیم این چیه دیگه؟ این عصرانه دیگه عزیزم فاصله بین ناهار و شام عصرانه است گفتم بخوری قوت بگیری طاقت تلشی. چرا 4 تایه؟ میگم حامد جان واقعا ممنونم بابت این رفتارهای خوبی که با من داری. من چون با مامانم خوب صحبت میکرد و به من آموخت که در فرهنگ لغت یک مرد باید با زن تربیت داشته باشه زبان باید به نرمی به چرخی یعنی باید به احترام با خانم من غلط بی خود بکنم من با شما من فقط به شما از گل کمتر اصلا نمیتونم بگم. میخوام یه دونه کلاه بگیرم با یه دونه زارو ببرم بدم به خواهراش جادوگرای شهر اوس زندگی واقعا خیلی تندشی خیلی میکروبی خیلی ترکی خیلی بابا من با تو راحت نباشم با کی راحت باشم شیرین خیلی سرم زنم دیگه هی بابا هر چه صدایی میده دفعه آخرت باشد یه با اون خواهرت گرم میگیری باش بفرمایید خنک شدم خیلی خنک شدم بازımdan öldüm gaza nemiاری؟ بیا بگیر کوف کن بیا اینجا من نبودی صبحونه نخور میخوام نهار درست کنم نهارته دیگه نهارمه؟ حداقل اینو میشکوندی این واسه نهارت اینم واسه شامت اونم واسه شامم کوف کن مامان بچه پنگزی 2 ساعت دارم میگم آب بیاد 2 دقیقه پیش گفتم با چی الان آوردی؟ بابا 2 دقیقه طول کشید دیگه تا برم بیام نیم ساعت فقط داری منو میزنی به خدا تو خونه بابام به من از گل نازکتر نمیگفتم تو فقط نیم ساعت داری منو میزنی همینجوری 50 دقیقه دیگه هم میزنم اصلا ما خاندانتا اینطوری اصحاب نداریم با سفیده هر کی بیاد تو خونه ما با لباس سفیدی میره بیرون الان هم بودو که 5 روز برو تو اتاقت بینم گناه داشت ولی ها بیا